امروز کارت های تاروت یه حرفی میخوان بهت بزنن. کارت های تاروت میگن که خیلی وقته که یک جایی وایسادی که تصمیم بخوای بگیری، ولی انگار که میترسی از تصمیم گرفتن و تصمیم تو قاطعانه نمیگیری. این تصمیمی که باید گرفته بشه با سخت کوشی شما همراهه. انگار که شما خیلی باید برای به دست آوردن این تصمیم، این کاری که باید انجام بشه، باید تلاش بکنید. ولی باید بهتون این مژده رو بهتون بدم که وقتی که این تصمیم رو گرفتید و خواستید که این ماجرا رو عملی کنید، این مسئله میتونه برای شما مثل یک شفا دهنده عمل کنه، میتونه زندگی شما رو از این رو به اون رو کنه، میتونه روح شما رو جلا بده. و در نهایت چیزی که من براتون میبینم یک جشن و پایکوبی هستش، شادی براتون میبینم و روزهای خوشی که در آینده منتظرتونه. این یه فرصت نادره، پس نادیده نگیرش. اگر که انرژی خوانی رو دوست داشتی و انرژی این کارت ها باهات همسو بود، توی کامنت ها برام بنویس من این انرژی رو میپذیرم. مرسی.